یک مرد ناپدید شده. یک دوست صمیمی که ادعا میکنه هیچ اطلاعی از سرنوشتش نداره و چند میلیون پول که ناگهان ناپدید میشه. همه چیز انگار به یک نتیجه مشخص ختم میشه، اما یه اتفاق غیر منتظره باعث میشه پرونده وارد مسیری بشه که حتی ماموران پلیس هم تصورش رو نمی‌کردن، که در ادامه بهتون میگم چی پیش میاد. بعضی از حقیقت‌ها هرگز فراموش نمی‌شوند. سلام دوستان، من راوی نقاب دارم و اگه از دنبال کننده های ما هستین میدونید که در این کانال در مورد چه موضوعی صحبت میکنیم. ولی اگه تازه به جمع ما اضافه شدین باید بگم که توی این کانال در مورد پرونده های جنایی واقعی و داستان هایی صحبت میکنم که هر کدومشون میتونن درس ها و نکات مهمی برای همه ما داشته باشن. پس اگه به پرونده های جنایی واقعی علاقه داری همین الان کانال رو سابسکرایب کن. توی این ویدیو ماجرای پرونده ای رو براتون روایت میکنم که پایانش نشون میده گاهی حقیقت خیلی عجیبتر از چیزیه که حتی پلیس تصور میکنه. تمامی مطالب این برنامه حقایق و شواهدیه که توسط بازپرسان و کارگاهان این پرونده نقل شده و برای حفظ حریم شخصی افراد درگیر در این پرونده اسمای اونها تغییر داده شده و هیچ دخل و تصرفی در مطلب صورت نگرفته. فقط قبلش یادتون نره این پرونده شامل الفاظ و همینطور جزئیاتی هستش که ممکنه برای همه مناسب نباشه. پس لطفاً با احتیاط تماشا کنید. بدون معطلی بریم سراغ ادامه پرونده. سالها از اون ماجرا میگذره و تو این مدت پرونده های جنایی زیادی رو بهشون رسیدگی کردم و به سرانجام رسوندم. اما هنوزم این ماجرا برام کاملا تازگی داره و همه جزئیاتش رو به خاطر دارم. این ماجرا برای یه مرد باربر و دوستش رخ داد و یکی از پرونده هایی بود که سرانجام اون بی‌شباهت به معجزه نبود. اگه خودم مسئول اون پرونده نبودم و در جریان تمامی جزئیاتش قرار نمی گرفتم شاید باور این ماجرا برام غیر ممکن بود. اما همه اون چه میخوام براتون تعریف کنم واقعیت داره و مو اتفاق افتاده. تابستون سال 1377 بود و هوا خیلی گرم بود. اون زمان اداره آگاهی با این روزا کاملا فرق داشت. در اون زمان اداره‌ای به نام اداره 7 بود که مسئول رسیدگی به پرونده افراد ناپدید شده بود و منم اونجا کار میکردم. اون روز مشغول رسیدگی به پرونده ها بودیم که پرونده‌ای در رابطه با ناپدید شدن مرد میانسالی در اختیارمون قرار گرفت. اونطور که در اظهارات و گزارش اولیه اومده بود، کارگر باربری به نام نور محمد ناپدید شده بود و کسی هم ازش خبر نداشت. چند روز از ماجرای ناپدید شدن این مرد میگذشت و ما مأمور شده بودیم که پرده از راز گم شدن اون برداریم. وقتی گزارش اولیه پرونده رو خوندم به این نتیجه رسیدیم که بهترین محل برای شروع تحقیقات همون جاییه که نور محمد کار میکرد. این بود که به همراه یکی از همکارام به بازاری رفتیم که نور محمد اونجا مشغول به کار بود و باربری میکرد. نور محمد کارگر افغان 50 ساله‌ای بود که امورات زندگیشو با باربری میگذروند و همه کسبه بازارم ازش راضی بودن و اونو میشناختن. تحقیقات نشون میداد که نور محمد از 2 روز قبل به صورت مرموزی ناپدید شده و کسی هم ازش خبر نداره. تحقیق برای یافتن مرد میانسال شروع شد و تو بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که نور محمد کسی رو در ایران نداره و مدت هاست که به تنهایی تو بازار زندگی میکنه. زندگی نور محمد خلاصه شده بود تو بازار و تمام وقتش رو اونجا میگذروند. تو تحقیقات مشخص شد که اون با اینکه مدت هاست مشغول به کاره اما با کسی دوستی صمیمانه‌ای نداره و تنها کسی که با اون رفاقت داشت و در ارتباط بود فردی به نام ناصر بود. از طرفی تو بررسی ها مشخص شد که نور محمد 3 میلیون تومان پول داشته و تمامی این پولا رو با خودش همیشه همراه داشته. به سراغ ناصر رفتیم و از اون در رابطه با نور محمد سوالاتی کردیم. اما اون مدعی بود که از دوستش بیخبره و از روز گذشته اونو ندیده.
تو تحقیقات صورت گرفته از ناصر به نتیجه‌ای نرسیدیم و بررسی‌ها ادامه داشت تا اینکه یکی از اهالی بازار گفت نور محمد مرد خوبی بود و امین اهالی بازار بود. ما اموال و داراییمونو میدادیم دست نور محمد تا اونا رو جابجا کنه. مطمئنم که ناصر میدونه اون کجاست. چون آخرین بار که نور محمد رو دیدم همراه ناصر بود. از طرفی ناصر و نور محمد همیشه با هم بودن و امین همدیگه هستن. نور محمد بدون خبر دادن به ناصر جایی نمیرفت. حتما به ناصر گفته که کجا رفته. با اطلاعاتی که از مرد جوون به دست آورده بودیم مجدداً به سراغ ناصر رفتیم و از اون تحقیقات رو ادامه دادیم. اما بیفایده بود و ناصر مدعی بود که از سرنوشت نور محمد هیچ اطلاعی نداره. تا حدودی به این مرد مشکوک شده بودم. وقتی بهش گفتم به گفته یکی از شاهدان شما آخرین نفری بودی که با نور محمد دیده شدی و بدون شک از سرنوشت اون باخبری، اون جواب داد اشتباه میکنین. از اونجایی که من و نور محمد همیشه با هم بودیم، دیگران تصور میکنن که روزی که نور محمد ناپدید شد ما با هم بودیم، در صورتی که اون روز من هیچ خبری از نور محمد نداشتم و قرار بود که به سراغم بیاد که نیومد. منم به هر جایی که فکر میکردم سر زدم، اما هیچ کس از اون خبری نداشت و خودمم به خاطر این بیخبری خیلی نگران بودم. ما شاهدی داشتیم که ادعا میکرد مرد گم شده رو برای آخرین بار با ناصر دیده. از طرفی نور محمد 3 میلیون تومان پول داشت، پول نقدی که همیشه با خودش هم میکرد. 3 میلیون تومان در اون زمان مبلغ قابل توجهی بود که میتونست انگیزه مهمی برای ارتکاب یه جنایت باشه. تو بررسی محل زندگی نور محمد موفق نشدیم پولای مرد میانسال رو پیدا کنیم و این نشون میداد که نور محمد با پولاش گم شده. تحقیقات برای یافتن مرد میانسال ادامه داشت و از اونجایی که هیچ رد و سرنخی از نور محمد به دست نیومده بود، احتمال داده میشد که اون قربانی جنایتی با انگیزه مالی شده باشه. بررسی ها در این رابطه ادامه داشت تا اینکه اتفاق تازه‌ای رخ داد. حادثه‌ای که درست مثل یه معجزه بود. 3 روز بعد از حادثه مرد چوپانی با پلیس تماس گرفت و از پیدا شدن مرد افغان داخل چاهی در خارج از شهر تهران خبر داد. با توجه به اینکه سن و سال مردی که داخل چاه پیدا شده بود با نور محمد یکی بود، به خودم گفتم که شاید اون مرد همونی باشه که ما دنبالش می‌گردیم. بنابراین همراه اکیپی از ماموران راهی محل حادثه شدیم. زمانی که به محل رسیدیم، مامورای آتش نشانی و امداد در حال بیرون آوردن مرد افغان بودند. در همین بین از چوپان جوونی که مرد افغان رو پیدا کرده بود تحقیق کردم و اون گفت امروز در حال چرای گوسفندان بودم که متوجه صدای آه و ناله شدم. انگار کسی صدام میزد. اول توجه نکردم. فکر کردم خیالاتی شدم و تنهایی و گرمای تابستون باعث توهم من شده. و همین دلیل به چرای گوسفندا ادامه دادم. اما صدا همچنان ادامه داشت و کسی با ناتوانی کمک میخواست. کم کم به این نتیجه رسیدم که توهمی در کار نیست و واقعا کسی کمک میخواد. تو جستجوی صدا به یه چاه رسیدم. من مدت هاست که گوسفندامو برای چرا به این منطقه میارم و میدونستم که چاه آب نداره. سرمو از دهانه چاه پایین بردم و فریاد زدم کسی داخل چاهه؟ در همین هنگام صدایی که به سختی شنیده میشد گفت کمک کمک. من که خیلی ترسیده بودم ازش پرسیدم میتونی تکون بخوری؟ اما اون جواب داد که به شدت زخمی شده. منم قبل از هر کاری موضوع به پلیس و بعد از اونم به اورژانس خبر دادم. با تلاش ماموران آتش نشانی بعد از دقایقی مرد میانسال از چاه بیرون آورده شد. با دیدن چهره اون فهمیدم که حدسم درست بوده و اون کسی جز نور محمد نیست. وضعیتش اونقدر وخیم بود که زنده بودنش مثل یک معجزه بود. اونم 3 روز بعد از وقوع حادثه. مرد میانسال یه دستش رو روی گردنش گذاشته بود و دست دیگه‌ش رو روی شکمش. رنگ به چهره نداشت. لباش خشکیده بود و روی دستاش آثار خون خشکیده شده به وضوح دیده میشد. اون از ناحیه گردن و شکم به شدت دچار جراحت شده بود.
و در همه این روزا سعی داشته که با دستاش جلوی خونریزی رو بگیره که موفقم شده بود. نور محمد بلافاصله به بیمارستان انتقال داده شد و از اونجایی که قادر به صحبت کردن بود، یک کمی که بهتر شد، به تحقیق از اون پرداختیم. مرد افغان درباره حادثه عجیبی که براش رخ داده بود گفت. عامل همه این اتفاقات ناصره. اون کفاش بود و من باربر بازاری بودم که ناصر در اون کفاشی میکرد. رابطه ما خوب بود و ناصر تنها دوستم به شمار میرفت و خیلی بهش اعتماد داشتم. 3 روز قبل اون به سراغم اومد و گفت باری سراغ داره که با جابجا کردن اون دستمزد خوبی گیرم میاد. اون میگفت بار خارج از تهرانه و صاحب این محموله گفته که پول خوبی بابت انتقالش میده. با شنیدن حرفاش خوشحال شدم. قبول کردم که بارو منتقل کنم. اما قبل از اون ناصر گفت که صاحب بار یه تاجره و پول زیادی داره. اون مدعی شد که میتونم با کمک مرد تاجر سرمایه گذاری خوبی انجام بدم و اگر پولامو در اختیار اون قرار بدم، اون میتونه اونو چند برابر کنه. من افغانم و نمیتونم تو بانک حساب باز کنم. با شنیدن حرفای ناصر وسوسه شدم. به نظرم بهترین فرصت برای حفظ و افزایش پولم بود. برای همین قبول کردم 3 میلیون تومانی رو که داشتم تو این کار سرمایه گذاری کنم و با ناصر راهی این منطقه شدیم. وقتی به اینجا رسیدیم، اون یهو به من حمله کرد و با چوب دستیش از پشت سر به من ضربه زد. ضربه‌ای که ناصر زد باعث شد تعادلمو از دست بدم و روی زمین بیفتم. اون این بار با چاقو ضربه‌ای به گردنم، بعدم شکمم زد. بعد پولامو برداشت و منو داخل چاه انداخت. ناصر با پولای من فرار کرد، با این تصور که با اون همه ضرباتی که به من وارد شده من دیگه مردم. اما من توی درگیری بیهوش شده بودم و به محض اینکه داخل چاه افتادم به هوش اومدم. خون از گلو و شکمم می اومد. جراحت شکمم خیلی زیاد بود. تنها کاری که میتونستم انجام بدم جلوگیری از خونریزی بود. اما چیزی نداشتم که بتونم با اون جلوی خونریزیم رو بگیرم و به همین دلیل با یه دستم رو گلومو گرفتم و با دست دیگم زخم روی شکمم رو. به این ترتیب تونستم مانع از ادامه خونریزی بشم. 3 شبانه روزو در اعماق چاه و با حالتی که بین مرگ و زندگی بود سپری کردم. حالم خیلی بد بود، اما تو اون لحظات سخت از خدا میخواستم کمکم کنه. روز 3 بود. هوا خیلی گرم بود و علاوه بر این که در این مدت آب و غذا به من نرسیده بود، خونریزیم هم شروع شده بود. دیگه توانی برای مقاومت نداشتم. در نهایت ناامیدی منتظر رسیدن مرگ بودم که صدایی شنیدم. خوب که دقت کردم متوجه شدم صدای مرد چوپونیه که گوسفنداشو برای چرا به اون اطراف آورده. هرچی توان تو بدنم مونده بود جمع کردم و با تمام وجود فریاد زدم. هرچند فریاد من تنها ناله‌ای بود که از ته گلو به گوش می رسید. اما با ناله های من مرد چوپان با خبر شد و من نجات پیدا کردم. مرد افغان به بیمارستان انتقال داده شد و تحت مداوا قرار گرفت. حتی وضعیت اون برای کادر درمانی هم عجیب و باور نکردنی بود. مردی که گلو و شکمش کاملا پاره شده بود 3 شبانه روز تونسته بود در اعماق چایی بدون آب و غذا و با گرمای جانفرسای تابستون زنده بمونه. خوشبختانه نور محمد که در چند قدمی مرگ قرار داشت با تلاش کادر درمان از مرگ نجات پیدا کرد و زنده موند. اون به خاطر حادثه‌ای که براش رخ داده بود دیگه نتونست بعد از اون که بهبود پیدا کرد حرف بزنه. بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شد چندین بار برای پیگیری پروندهش به اداره اومد، اما ضربه چاقو روی تارهای صوتیش اثر گذاشته بود و از طرفی 3 روز موندن در ته چاه و تأخیر در درمانش باعث شده بود تا نور محمد تارهای صوتیشو برای همیشه از دست بده. در واقع آخرین باری که اون تونست حرف بزنه همون زمانی بود که از اون تحقیق کردم و از ماجرا گفت. بعد از اون هر بار که به اداره می اومد با ایما و اشاره حرف می زد یا اینکه مطالب رو می نوشت. اما با پیدا شدن نور محمد در اون وضعیت و صحبتاش در خصوص کاری که صمیمیترین دوستش در حق اون انجام داده بود، ناصر بازداشت شد. از اولش من به اون مشکوک بودم. حتی مدارکی هم علیه اون در دست بود، اما مدارک کامل نبود، تا اینکه با اظهارات نور محمد مدارک کامل
و این مرد بازداشت شد. حتی ناصر هم باور نمی‌کرد که نور محمد با اون وضعیت زنده مونده باشه. ناصر بعد از پیدا شدن نور محمد به اقدام به قتل دوستش با انگیزه مالی اعتراف کرد و گفت نور محمد مرد تنهایی بود و به من اعتماد زیادی داشت. هر وقت که اون از پولاش صحبت می‌کرد من وسوسه می‌شدم تا اونا رو به دست بیارم و با اونا برای خودم سرمایه گذاری کنم. به همین دلیل روز حادثه نقشه کشیدم که پولاشو سرقت کنم و اونو به بهانه‌ای به خارج از شهر کشوندم و بعد بهش حمله کردم. ضرباتی که من به بدنش وارد کرده بودم چنان عمیق بود که باورم نمیشه اون زنده مونده. با اعتراف مرد میانسال، ناصر به اتهام شروع به قتل عمد بازداشت شد و به بازسازی صحنه جنایتی پرداخت که با امید و تلاش قربانی ناکام مونده بود. با اعتراف ناصر 3 میلیون تومان پولی که از نور محمد به سرقت رفته بود کش و تحویل اون داده شد. نجات نور محمد از اعماق چاه با توجه به اون شرایط و اون وضعیت بدون شک معجزه بود. شاید به همین دلیله که با گذشت سالها از این ماجرا همه جزئیات اونو به خاطر دارم و هنوزم گاهی اوقات که ناامیدی به سراغم میاد با مرور اون به خدا و معجزه‌اش امیدوار میشم. خب اینم از پرونده امروز. به نظر شما میشه بعد از چنین اتفاقی هنوز به دوست صمیمی اعتماد کرد؟ و به نظرتون چه انگیزه‌ای باعث میشه یه دوست صمیمی دست به چنین جنایتی بزنه؟ نظرتون رو حتما توی کامنت ها بنویسید. اگر از پرونده‌های واقعی و جنایی خوشتون میاد حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا پرونده‌های بعدی رو از دست ندید. از طرفی اگر شما هم در زندگی خودتون با پرونده‌ها یا اتفاقات جنایی واقعی روبرو شدین و فکر می‌کنین روایت و بررسی اونها میتونه با آگاه شدن مردم و جلوگیری از تکرار چنین حوادث و جنایت‌هایی کمک کنه، خوشحال میشم داستان یا پرونده‌تون رو همراه با جزئیات از طریق لینک تلگرام که در قسمت توضیحات کانال قرار داده شده برای من ارسال کنید. ممکنه روایت شما باعث بشه افراد دیگه نشونه‌های خطر رو زودتر تشخیص بدن و از قربانی شدن افراد بیشتری جلوگیری بشه. ممنونم که همراه من هستین، از کانال حمایت میکنین و باعث میشین با انگیزه بیشتری به کارم ادامه بدم. تا پرونده بعدی مراقب خودتون باشید.